چیه؟ چرا اینقدر عصبانی هستی داداش؟ سلام علیکم. من ماشینم عقب‌تر خراب شده. شما کجا داریم؟ میریم سمت اسپارتا. منم دارم میرم آنتالیا. کله خشکه. پس بیا با هم میریم. بیا بالا. سلام جوونا. الو احمد جون. سیبل اون داره دوش میگیره. خب خیلی راه اومدیم، خسته است دیگه. نگران نباش، همچی که برگشتم آشتیتون میدم. البته که این کارو میکنم، تو اصلا نگران نباش. عصرت بخیر پسرم، عصرت بخیر. عصرت بخیر پسرم، عصرت بخیر. خوب گوشاتو واکن، حواستو جمع کن. بهتر از این میتونی گیر بیاری؟ خونوادش اصیلن، پول دارن، معلومه که هستن، تازه سخاوتمندم هستن. 7-5. ایوه سلام علیکم. منم میخوام بازی کنم. بازم که تو پیدات شد. بله پیدام شد. منم مشتری این هتلم. اینم حق منه، میخوام بازی کنم. تو تیم ما نمیشه باشی، برو تیم مقابل. منم تو تیم مقابل بازی میکنم. چی شده؟ چرا لب و لوچه آویزونه؟ نه خیر اینجوری هم نیستم. ببین تو میدون با هم رقیب بودیم، ولی راستشو بخوای ما با هم دوستیم. من و تو با هم دوست نیستیم. من میخوام یه چیزی بهت بده. چی میخوای بدی؟ اینو. این حلبیو میخوام. چی کار؟ بدبخت بیا بگیرش، گیرت نمیاده. اینجامو نمیخوام. تو رو خدا بگیره. واسه خودت. جون ما. حد و حدود یختی، این اعتقاد منه. باشه. توافق کردیم ما. بله توافق کردیم. باره من اینجوری هپاش نکن. اینجا مگه خونه تونه؟ چند تا دلمه اونجا مونده؟ مگه از قحطی برگشتین؟ چرا فقط دلمه میخورین؟ برو ببینم. برو دیگه. چی کار داریم میکنین آقا رجب؟ این چه افتضاحیه، باور نمیکنم شما از اون ظرفا بردارین. چی کار داریم میکنین آقا رجب؟ این چه وضع غذا خوردنه؟ مگه اینجا بوفه بازی؟ درسته ولی آخه شما گفتین هر چقدر دلم بخواد میتونم بخورم. درسته ولی چرا داری داد و بیداد میکنی؟ نخواهش میکنم داد و بیداد چیه؟ آقا رجب خواهش میکنم مشتری عزیز غذاتون رو خواهشان از اون ور بگیرین. خواهش میکنم بفرمایید. رفقا شما اینا رو جمع و جور کنین تا آبروم. چی کار میکنین آقا رجب؟ اینجوری که غذا نمیخورن، تو رو خدا ما آبرو داریم اینجا آخه. یه همچی خرسای گنده بکی رو نمیدونم چرا توی هتل را میدن. چرا نمیفهمی؟ همین گنده ها خرپولن. یه عمو حشمتی بود عینه‌هو یه خرس گنده، همیشه یه عده رو دور خودش جمع میکرد. سلام علیکم. معافیت باشه، میتونم بشینم؟ خیلی ممنون. چند ساعت پیش من با تمام خریت همون جامو بهتون دادم. حالا همین دیس دونر کبابیه براتون آورده. ممنونم، من گوش نمیخورم، لطف کردم. ولی اینا خیلی خوبن. گفتم اونا رو از پشت گردن گاو بده. خدایا الان سکته میکنم. چرا اصرار میکنی؟ دختره میگه من نمیخورم. واسه چی داری از ما رو تعقیب میکنی؟ از دستت خسته شدم. یعنی اینجا یه حراستی چیزی نداره؟ کنه یا سیریش؟ ببین من هر روز صبح ورزش میکنم، ایروبیک کار میکنم، به فکر سلامتی من بهتون توصیه میکنم. پس من شما رو تنها میذارم. شاید خاله خانم بخواد بخوره، چون لباسش زوری بسته میشه، گردنش مثل پلیکان شده، معلومه که زیادی میخوره. با اجازهتون. هیولای بوگن خودتی. میخوام بگم نایس تو میتیو شده. آخه من کجا چربی دارم؟ الان چیکار؟ ای بابا تو هم از این کارا به آب میکنی؟ چند پیکسله؟ 5. 5 شد؟ بیا با هم عکس بگیری. باشه.
چرا رو تو اون وری؟ زیادی داری به من نزدیک میشی، من باید حواسم به خودم باشه. خب بابا دیدم اون خانم چقدر دنبالت میکرد. عجب آدم احمقی بودا. رجب بیا منو بگیر، رجب بیا خواستگاری، رجب بیا منو بگیر بیا خواستگاری. تازه‌شم خیلی زشت بود. هرچند زشتم نیاز بهش دارن دیگه. من چی میتونستم بهش بگم؟ بهش بگم دلتو بردار بیا بنداز تو توالت سیفونو بکش روش. خیال به کار خودمون برسی. من این عکسو میخوام، میتونی برام بفرستی؟ آره میفرستم، ایمیل تو بده. باشه پس حفظش کن. باشه. رجب خط فاصله نقطه A B C D E F G X Y Z ایویدینگ 95 گیومه @.com. الکی نگو این چه آدرس ایمیلیه؟ چشه مگه؟ همون موقع که اومد گرفتمش. زیادی به کلیدای کیبورد فشار آوردم ولی ازش راضیه. اطلاعات مثلا فرق داره. ولش کن امشب برای نمایش میای؟ هنوز تصمیم نگرفتم راستشو بخوای. ببینم وضعیت مزاجیم چطوره. اگه خوب بود میام. تو میری؟ فکر کنم برم. اونجا میبینم. زیاد تو آفتاب نمون. خدایی نکرده داغونت میکنه، سر درد میگیری، حرارت جیگر رو آتیش میزنه. در پناه خدا. داشتم رد می شدم دیدم تو فکری. چی شده؟ هیچی نیست ولش کن. اشکونه سکشه میارم پایین. اینو میتونی انجام بدی ببین. اینجا رو داشته با داشتی بی مادر می شدی. من داشتم میرفتم اون دنیا. چرت و پرت نگو مامان. من داشتم قبل از این که تو رو تو لباس عروسی ببینم میمردم. سیبل با احمد ازدواج میکنی مگه نه دخترم؟ همین الان بهم قول بده باشه. باشه مامان باشه، ولی بهت قول نمیدم. تو غلط کردی که قول نمیدی. سیبل لطفا منو اینجا تنها نذار. تیله ها خیلی باحالن. دست درد نکنه داداش. یارو یه خورده نوشیدنی بریزین تو زود باش. مطمئنی برات مشکلی پیش نمیاد؟ بریز این از ریشه میزنه. آها به یارو میگن برای چی میخوای منو بیهوش کنی که بعدش رو آب بپاشی انگاری داری رو بتون آب میریزی داداش. میگم میخوام آمپول آبسته بهت بزنم. بابا من از این چیزا وحشت دارم، همچین چیزی رو نمیتونم قبول بکنم. گفتم انسان باشین، گفتم باشه داداش تو راست میگی، گفتم هم چی میزنم که صدا خر بدی، گفتم میگیرم آمپولو به خودت میزنم. ترسید مگه نه توریست؟ تو آبسته یه توپ بالا پایین میپریدی. اینو بود. ما از این حرفا داشتی؟ یعنی چی مثل تو بالا پای میپریدی؟ مسخرم میکنی؟ چرا عصبانی میکنی؟ مگه نه یارو؟ یکی میزنم تو صورت تو دریای سیاه بیای پایین. این یارو دیگه کیه؟ احمق گاوه الاغ چیزیه، تا هر چی میگم میخنده، فکر کنم دلش کتک میخواد. عکسی که انداختی خیلی قشنگ. دیگه نوا نمیکنه غم با من.